درود شما دوستای عزیز، من مهراد مقدم هستم و اینجا کانال مهراد ویژنه. البته اینجا ماشین مریمه ولی شما دیدین کانال مهراد ویژن اینجا رو می‌بینید و امروز اومدیم برای عکاسی مدلینگ. همونطوری که نوشتین دیدین توی تایتل با سونی A6000 هستم، سونی A6000 و اینم راننده و مدل ما امروز و ایشون امروز قراره که لطف کنن مدل ما باشن و با هم دیگه بهتر کنیم. Let's go. و با ما باشین. رکورد الان ردیفه. خب من دارم با سونی A6000 همونطور گفتم عکس‌ها رو میگیرم و لنزی هم که دارم استفاده میکنم 85 میلیمتر f1.8. این ارزون ترین 85 میلیمتر سونیه که کلا هستش، مثل جی مسترش نیستش که برسه به $2000 این داستانا. حالا چند تا شات اینجا میگیریم. اینجا یه پل هستش، تو طبیعت و این داستانا هستیم و مدلمون هم که داره اونجا. خب مریم چیز کن، ببین نگاه کن، میخوام که به سمت اونجا خم شی، دستتو بذاری این شکلی. نه تو زیادی قدت بلنده. آره این شکلی بهتره. نگاهت به اون ور، چشت اون ور باشه. این پل رنگ داشت اینجا، این پل رنگ. این چه زندگی؟ من غلط کردم. نه باک. چیز آوردی تو؟ چیز آوردی تو؟ الکل آوردی؟ اگه آستیک مات هستین اینجور جاها ادا آدم خوبار در نیارین، عینکو بزنین. این پاشنه کفشه میمیره لای این پولا. بهشون بگو اگه میخوان اکرسی کنن مدلشون میبرن همچون جایی حواسش خوب بهشون باشه. بله همونطور که میشنویم مدل داره غر میزنه که اگه پاشنه بلند پاتون میکنین چنین پولایی نرین عکاسی بکنین. آره. خب مریم جان همینجا میخوام که برم من از اون ور ازت بگیرم، یعنی که از اونجا به این ور بگیرم. تو میخوام اینجا وایستی که چشت به اون چوبای اونجا باشه. میخوام که یه پات اینجا باشه. خب خیلی چقدر لیزه اینجا. ببین نگاه کن، من جیری وای میستم، میخوام این شکلی پامون پای راستمو نگاه کن از عقب، میخوام این شکلی اینجا رو بگیری، از اینجا این شکلی اینجوری باشی. خب یه موضوع عینکم بخار کرده. یه موضوعی میخوام بهتون بگم. روی دوربین APS-C هستیم و لنز فول فریم انداختیم روش. این لنز 85 میلیمتر میشه ضرب در 1.5 میشه 127 میلیمتر و الان خیلی مجبورم برم عقب تا اینکه بتونم یه شات خوب بگیرم، ولی باحاله. من نگاه کن، خیلی صاف راحت بدون هیچ مشکلی یه پات این شکلی اینجوری وایستا. حالت صورتت درست. آها. خب همیشه آنست حواستون باشه که از نوری که دارین، جایی که هستی نسبت به اون مکان حالا جغرافیایی که هستی ببینید که چقدر نور دارین. اینجا من میدونم که بیشتر این ساعت 3 اون موقع کلا دیگه زمان میره. الان ساعت چنده؟ الان ساعت 2، یعنی ما 1 ساعت فرصت داریم که از این نوری که الان داریم استفاده بکنیم. هوا سرد. بعد دیگه همین دیگه، حواستون باشه نور رو از دست ندید. خب همونطور که می‌بینین مدل که با انرژی حرفی درش می‌زنه. خب همونطور که می‌بینین پشت سر من خیلی فضای خوشگلیه. پا میشیم 4 تا عکس اینجا می‌گیریم. چون توضیح چی؟ برو عکساتو بگیر. مریم بچرخ سمت من. هر وقت بهت گفتم بچرخ باشه. 1 2 3. همونجا وایس، تکون نخور. بچرخیم این ور. خب یه قدم بیا این ور. نه این ور. جلو. بیا. عالی. همینجا وایستا. خب رکورد داره. مریم زحمت کشید رفت سوار قایق شد. بعد من رفتم باتری الان آوردم و یه لنز 816 سیگما. لنز فستی نیستش ولی برای این فضا جالبه چون واید خیلی وایدیه. میشه فکر کنم همون تقریبا 16 میلیمتر فول فریم یا شاید 14. یه 8 ضرب داره 1.4 دیگه. حساب کن. مجبورم که مثل ژاپنی‌ها عکاسی کنم چون چشم نمیبینه. همین حالتی که داری نگه تا من فوکوسمو بکشم چون این منوئله به لنزش.
خب داشته باشش همونو. آقا ما هنوز یک دست لباس مریم عوض کرده I love you PMC. و هنوز که هنوزه چیز نکرد. آره خداییت عکاسی های قبلی ببین آره تابستون بود، نور مثل الان نبود که بگیم نیم ساعت یه ساعت دیگه میره استرس بشیم. شروع کردیم فقط آخر سر مریم جیغ میزد. فاطمه هم بود ولم کن برم بخوام. شت خدایا خیلی باحال بود اون دوران. مدل زحمت میکشه واقعا. ازم چقدر کار میکشه. به این میگن مدل زحمت. وقتی عکس خوب میخوای میگن که عکس خوب خواهی باید جور مهرات کشیده. تو میخوای اینو بریزم رو سرم؟ آره. خب الان ما اینجا میخوایم از این انبازی‌ها در بیاریم. توی چتر رو پر کردیم با برگ و این داستانا. مریم میگیره هوا و عکس میگیریم. میتونی دامنتو اگه خواستی همونجوری یه ذره بالا نگه داری. خب آره 1 2 3. توی عکس قبلی یه مشکلی بودش. این بودش که من شاترم گذاشتم رو 1/60 ثانیه و توی این شرایط وقتی می‌خوایم برگا فریز بشه من اینجا اشتباه کردم. فقط حواسم به نور بود، حواسم به این قضیه نبودش. بعد شاترمون بره بالای حداقل 1/6 و این داستانا. یه ایزو رو می‌کشیم بالا دیگه. مریم حاضر؟ 1 2 3. اینجا اشتباه از من بودش که چتر دیده نشدش. دستم تکون خورده رفته پایین. چشم نمیدید مانیتور رو ولی خیلی خوب شده. حتی با اینکه دستتون خیلی بالاه این همه فریز شدن رو هوا. برو 1 2 3. خیلی خوشگل شد. خیلی خوشگل شد واقعا. بالاخره گرفتیمش. کدومو؟ لنز سیگما 35 میلیمتر f2.8 یکی از ارزان ترین و باحال ترین لنز در این حال. البته این میشه حکم 50 میلیمتر روی APS-C. حالا همین برگرد به من نگاه کن. خب تقریبا مدلمون به فنا داره میره از سرما. واقعا هوا سرده. من درجه امروز اینجا رو براتون می‌نویسم چقدر هوا سرده. دستم قرمز شده. 3 درجه است. 2 درجه. این واقعا یخ داره میزنه. دست درد نکنه. امیدوارم من ویدیو خوشتون بیاد. دیدی خودم هم بچه‌ها خدا اگه لایک نکنی تو اینستاگرام حتما مریم رو فالو بکنید چون که خیلی از عکس‌ها تو اونجا هم پست میشه. خب بچه‌ها دیگه مدل فکر نکنم بکشه. ادا کشیدن‌ها رو در میاره که بتونه ادامه بده ولی من میدونم معمولا زده میشه مدل دیگه شاید کار نکنه. دیگه یخ کردش قشنگ نابود. ولی واقعا دمت گرم مریم خودش. دمت تو گرم. اینم ما رعایت پرتغال میشه. پرتغال رعایت کردیم خود. خلاصه امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. اگه از این ویدیو خوشتون اومدش حتما توی کامنت بنویسین، لایک رو بزنین، سابسکرایب رو بزنین، اون زنگوله کنارش هم بزنین، مریم رو فالو کنین. مرسی. مریم فالو بشه و اینکه اگه واقعا حال کردیم با این قضیه برام بنویسین که به مریم بگم بچه‌ها حال کردن و بیشتر با هم دیگه برنامه عکاسی ها بذاریم. حالا این الان فضا توی طبیعت بودش با این دوربین بود. حالا بعدا اگه خواستین میتونین با 5D چه میدونم به زودی حالا یه دوربین جدیدم میادش و دوربین های دیگه، لنز های دیگه، فضاهای دیگه، عکاسی های مختلف دیگه. خلاصه بنویسین دیگه. خب دیگه حرفی نکنم باشه. فقط بچه‌ها همیشه یادتون باشه فرصتمون زیاد نیست. کاری رو انجام بدیم که دوست داریم.